دعوا درگیری رسول دیواکس و پوریا وست و جنجال مدگل. لایک کامنت سابسکرایب قبل هرچی بهتر کن. ویدیو تکمیلش هم مثلا میشه تو کپشن ببین. عجیب ترین که سوار کردم با 3 میلیون بازدید خوب نیست. حاجی این ویدیو بهترین ویدیو یوتیوب فارسیه. چرا؟ چون 3 میلیون ویو خورده. چیه؟ حالا من رفقا در جک سامیتی حالتون چطور؟ امیدوارم در جک توپ ردیف باشید. امروز دعوا درگیری رسول دیواکس و پوریا وست، جنجال مدگل، کلی جنجال در جک براتون جمع کردم. تا آخر ویدیو همراه باش. لایک و سابسکرایب قبل هرچی بهتر کن. اون زنگوله بالا بزن که هرچی گذاشتم سری برات فعال شه بیاد. بزنید ببینیم چه خبره. چطورین بچه خوبین؟ آقا من پیجم متاسفانه پریده و اینکه هیچ پیجی فعلا پیج فعالی توی اینستاگرام ندارم و قصد زدنم ندارم، چون که کلا همونجوری که معلوم بود پیج اینستاگرام و برام اهمیتی نداشتش، ولی تا وقتی برنگرده من تا الان پیج دیگه این ندارم. ولی ویدیو برقراره و فقط تنها خواستم ازتون اینه که من توی چنل تلگرام قراره بگم که ویدیو کی آپلود میشه و اینکه ویدیو آپلود شد من یه کامیونیتی خیلی قوی میخوام، هم مثل همون قبلا که بودیم و خیلی استرس هم خیلی سخته چون که اینستا نیستش و تنها چیزی که میخوام اینه که مثل قبل که کنار من بودید بازم باشید و حتی بیشتر. خیلی دوستون دارم. مرسی بازم که هستید. بچه باورم نمیشه توی 2 روز داریم 100K میشیم و اصلا این چند وقت زندگی انقدر سخت گذشته من، یعنی پیجم پریده، از اون طرف داستانه حالا این ور اون ور خیلی سخته. این چی میگم؟ و تنها چیزی که جذابش کنه یعنی تکراری نمیکنه شمایید این وسط. یعنی واقعا من خودم انقدر یوتیوب ببینم هی داره تلاش میکنه، هی داره مثلا هی چیز میشه، هی دوباره بگم ببخشید هی دوباره چیز میشه، اینطوری هم که اوکی دیگه خداحافظ دیگه. چی میگم؟ بعد شما واقعا تا تهش موندین، یعنی باورم نمیشه که یعنی من هر چقدر پیج بزنم بازم مثلا شما هستین. این چی میگم؟ وای ولم کنید بچه واقعا. فعلا 100K نشدیم، 94 کنیم. تا ویدیو یوتیوب فارسی 2 تاش دوبله است، یکیش هم یه بلایند دیتی چیزیه. دونگ اوله بیادب ما مستر بیست دوست داریم. این که مستر بیست نیست. جدی یعنی فارسی حرف نمیزن. تو این پرونده درآمدهای میلیاردی، دوبله های عجیب، ملت القلبان میشه $18,000 و کلی دیدگاه اشتباه. اما سوال من اینه چجوری ما تونستیم محتوای درست بکنیم که از ریاکشن هم ضعیف‌تر باشه؟ هی گایز میخوایم ولاگ بگیریم براتون. هی گایز میخوایم با هم ولاگ اینو ببینیم. هی گایز میخوام بهتون بگم توی ولاگش چی داره میگه. آره واقعا کنگو. حداقل طرف تو ریاکشن یه خنده الکی اینجوری خیلی پاره شد، یا یه چرت و پرتی هم میگفت که اصلا ربطی نداره. اوه دهنت سرویس. الان دیگه اونم نمیگن. ولی رسول نگاه کن چقدر بازدید داره. چون یه چیزی ویو میخوره به این معنی نیست که خوبه. بهش گفتم بچه میخوام با 1 میلیون بازدید حتما خوب نیست. عجیب ترین که سوار کردم با 3 میلیون بازدید خوب نیست. حاجی این ویدیو بهترین ویدیو یوتیوب فارسیه. چرا؟ چون 3 میلیون ویو خورده. چیه؟ به بازی باید جوراب بخوری مدگل. پس هرچی ویو میخوره خوب نیست. این دوبله هم که اصلا تولید محتوا نیست. چی گفت چیز؟ چی؟ به من گفتی دوبله های زیبای من تولید محتوا نیست؟ صدام از این حالت در. آره دوبله تولید محتوا نیست. چرا؟ این کارتون میبینی؟ گفتیم با فکر بیاد مکرو تو برده نصفش کنیم، ولی من دوست این شرکت دوبلش کرده تو ایران. این شرکت انیمیشن ساز نیست، دوبلوره. این فیلمو میبینی؟ این شرکت دوبلش کرده. این شرکت فیلم ساز نیست، دوبلوره. این ویدیو رو میبینین؟ این کانال دوبله فارسیش کرده. این کانال تولید کننده محتوا نیست. اگه به منی که یوتیوبرم بگی فیلم سازی، یه مشت محکم داری تو دهن اونی که واقعا فیلم میسازه. پس مهمه که بهش چی میگی. دوبله ها توی ایران خیلی بازدید میخوره به خاطر این نیسته که بهترین دوبله تاریخ ایران براشون زده شده، به خاطر ایشون مستر بیسته. ایشون زیادی خوبه. این ویدیو دوبله مستر بیسته که 600,000 تا بازدید خورده. این ویدیوی خود مستر بیسته 172 میلیون بازدید خورده. البته اونا تو جهانن، ما تو ایرانیم، ولی در نهایت اگر این ویدیو ویو
میخوره به خاطر تلاش یک هفته یه تیم دوبله شما نیست، به خاطر تلاش های 250 نفر از کارمندای مستر بیست. ما همه کارهای ویدیو رو کردیم، نوش جونمون. اما با این وجود من به عنوان کسی که مستر بیست رو دنبال میکنه این دوبله ها اصلا برای من یه حس عجیبی دارم. این قدم به این مدال طلا نزدیک شد و اگه رو این 100,000 تا ریسک کنیم میتونیم ببینیم اولین نفری که این مسابقه رو ترک جون مادرت من شان کریس آوردم که آروم باشید دوستا که بلند کمتر از 1 دقیقه تونستم این 100,000 دلار صدای جیمی نیست، این صداشه. این صدای کریس نیست، من شبیه اتاق جیمیه، فقط من خیلی خوب من باید جیش کنم رو این صداشه. Right now it feels like I'm sick. این توضیحات من خودمو میذارم جای رسول 9 ساله که نشسته میخواد باب اسفنجی ببینه. چه سنگی داری؟ راستش هم کن باب اسفنجی. این مال توی دوست خوبه. وای ممنونم پاد. باب اسفنجی رو یه تیمی دوبله کردن. اگر اون تیم نمیشست باب اسفنجی رو دوبله نمیکرد، من رسول 9 ساله از لذت باب اسفنجی تو کل بچگی محروم میشدم و من خیلی باب اسفنجی رو دوست داشتم. پس من ترجیح میدم که این دوبله هایی که میبینیم باشه تا نباشه. بیا بابا بیا لایو بابا بیا لایو بیا ساعتو ببین بگی ساعتو بالا بگی ساعتو بالا ساعتو بگی میدون اختیاریه کیرم تو دهن شمرون دوره بابا نه این بری کیرم تو گفت خانه بیا بابا بشین همین بشین آقا تقیان بیا کی پذیره آقا فیلما سرد شد اراده 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 گنگ ترین رپر ایران کیه؟ علی قفوزش علی قفوزی واقعیه علی واقعا واقعیه واقعیت رو میخوام بگم من علی تو باشگاهمون بود دیگه آره دوست مملیه دیگه آره داداشم بعد اصلا تو باشگاهمونم که اومد من باشگاه مربی بودم آره صحبتم آره. بعد خب آشنایی باش داشتم و اینا تو باشگاهم صحبت می‌کردیم بعد من خیلی دوستش داشتم مثلا عاشق علی و هیچ کس آره من 2-3 سال ندیدمش چون باشگاه تیم دیگه نمیرفتم 2-3 سال ندیدمش اون روز داشتم میرفتم به پروکالری اون از پارکینگ باشگاه اومد بیرون داشتم رد می‌شدم بعد من همینجوری دیدم داشت علی گفتم داشت علی سلام رفتم دیدم یه دستی هم تکون داد گفتم اون مثلا دست سلام بده وای نسی میرم دیدم رفت جلو وایساد پیاده شد اومد سمتم خیلی آدم عجیبیه با معرفت واقعا دارم میگم من خداییش خودم مثلا فن علی قاف حرام ریخ اومد سلام باش مولی چه خبر نمیای این ورادی کجا تمرین میکنی فلان 2-3 دقیقه با هم خوشو بشکنیم رفت گفتم واقعا خیلی با ادب فیت با هیچ کس ببین با سروش ما رفیقیم و اگر اتفاقی بخواد بیفته باور بکنید تا الان یک بار هم ما در مورد کار با هم دیگه صحبت نکردیم انقدری که شاید بیشتر در مورد نگرانی‌های سیاسی در موقع حرف میزنیم به همین ترتیب خب طبیعتا برای منم همین جوریه دیگه یعنی از دل اون مراودات و نگاه‌ها و ایده‌ها و اینا یه زمانی اگه کاری بیرون بیاد چرا که نه ولی به این راحتی نیست در واقع یعنی ما باید تو کار هم یه جایی اتفاق بیفته ولی فعلا ما بیشتر در مورد مسائل سیاسی و اینا حرف میزنیم و نگرانی ها و دغدغه ها خب طبیعتا بزرگتره ولی اگه این اتفاق بیفته چرا که نه حتما و باید هم اتفاق اگر هم قراری بیفته باید اتفاق قوی و خوبی باشه که خب طبیعتا مخاطب همچین انتظاری داره دیگه چی اونم که گفتیم مشخص درخواست زیاده آیه سروش چک بکن لطفاً ویدیو با هم همراه بودید امیدوارم لذت برده باشید قبل از لایک کامنت سابسکرایب رو بهتر کنید زنگوله بالا بزنید که هرچی گذاشتم سر براتون بیاد خیلی دوستتون دارم خاک پاتونم